مرگ چیزی هست که از او احد نمیتونه که انکار بکنه. مرگ چیزی هست که بخوای نخوای یک روز به سراغت میرسه. الله متعال در سوره نساء میفرماد اینما تکونوا یدریکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة. در هر کجایی که باشید مرگ به سراغ شما میرسد، ولو که در برج های بلند باشید مرگ به سراغتان میرسد. و این حکام ظالم امروز میگویم در هر مقام موقفی هستی از الله بترس، از الله بترس، از الله بترس. ظلم رو، این خونریزی را بس کن، تعصب و قوم پرستی را بس کن. اگر یک کمی هم وجدان داری، اگر یک ذره هم به الله و رسول الله ایمان داری، بس است. این ملت را تباه ساختی، این ملت بیچاره که شب و روز در خاک خون بود. از هر خانواده که ما شما سراغ میگیریم فرزندایشون از دست بود. فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب المعي. پس من تو از مرگ خود غافل نباشیم. هر لحظه مرگ را در نظر داشته باشیم. اگر من و شما هر لحظه مرگ را در نظر داشته باشیم، این را بدانید که هرگز به گناه رجوع نمیکنیم، هرگز به برادر و خواهر مسلمان خود ظلم را روادار نمی باشیم. متاسفانه امروز قلبهای ما مثل سنگ سخت شده. قلبهای ما را درست قدرت دنیا، شهرت دنیا، این قصرهای دروزه، این پولهایی که سرازیر میشه قلبهای ما را سنگ ساخته، به طرف خود رجوع ساخته، به طرف خود تمسک کرده. و من و شما در حالی که باید فقط و فقط محبت الله و رسول الله را داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی یک قلب داده، با این یک قلبی که داده فقط و فقط رب العالمین و رضایت رب العالمین دوست.